بیا گفتم زودتر بیا مهمون داری. ها ببین کی اومده پیشمون. آخه آقا مرتضا. آقا مرتضا ناراحته. چرا؟ یه مدت تنهاست مرتضا. خب خودش که نمیتونه راحت بره دنبال هم، خجالتیه. من میرم براش دنبال یار. خب مرضیه خانوم، دوست دختر مرتضا. یه مرتضا دیگه تنها نیستی، تو مرضیه رو داری. نه چقدر باحالم با هم. هیچی نیستی. بدبخت بیچاره فخ شده. حالا جاپشون له میکنم. نه مرضیه رو نزن کوروش. چقدر نرمه. ببخشید مرتضا دارم. مرتضا خجالت نکش، برو ابراز علاقه کن. مرضیه جان بیا یه ماساژت بدم. اوه چه سریع هم مرتضا رفته تو کار ماساژ و سریع گرم گرفتی. خالی بستی به من که خجالتی یاره. که دیگه خالی نمنده. دستشون میچن دماغش میره تو نکن. نشست روش. کوروش نمیشه. چیه؟ چرا نمیتونم؟